به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب منیفست مهدی نوشته شده توسط عبدالله آل هاشم. این کتاب در ایران وجود نداره، به زبان فارسی ترجمه شده ولی داخل ایران نشر پیدا نکرده. تمامی حقوقش محفوظ هستش و تمامی بخش‌های این اثر رو میتونید به هر شکل یا به هر وسیله الکترونیکی یا مکانیکی بدون اجازه کتبی قبلی ناشر تکثیر، توزیع یا منتقل کنید. از جمله در موارد نقل قول کوتاه در بررسی‌های انتقادی و سایر استفاده‌های غیر تجاری که در محدوده قانون کپی رایت مجاز میباشد. این منیفست را نمیتوان به هیچ شکلی یا هیچ ترتیبی تغییر داد یا تحریف کرد. این منیفست نباید فروخته شود. چاپ اول این کتاب در اکتبر 2024 بوده و تازه به زبان فارسی چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم و متوجه حقایقی بشیم که سراسر به ما دروغ گفته شده. خطاب به تمام ستمدیدگان در سراسر جهان، به فقیر، به یتیم، به بیوه، به طرد شده از اجتماع، به صالحی که خواهان تغییر هست. قدرت تغییر در دستان شماست. قوم یهود 2600 سال است که منتظر ظهور مسیح و برقراری عدالت در زمین بودند. بودایی ها 2500 سال است که منتظر آمدن مایسرائیا برای روشن کردن زمین و آموزش دارمای اصیل بودند. مسیحیان بیش از 2000 سال است که منتظر بازگشت عیسی هستند و مسلمانان 1400 سال است که منتظر ظهور مهدی هستند و با این حال زمانی که هر یک ظهور کنند یا زمانی که هر کدام از آنها ظهور کرده بودند بسته به دینی که از آن پیروی می کنید، چرا که مسیحیان معتقدند که مسیح یهود ظهور کرد برقراری عدالت در زمین یا بر پایه یک دولت عدل الهی چیزی نیست که یک مرد بتواند به تنهایی انجام دهد. بلکه خود خداوند می‌فرماید که حتی او حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. بنابراین تغییر از ما آغاز می‌شود. عدالت و برابری از ما آغاز می‌شود و یک دولت عدل الهی یا جهانی بدون رنج هرگز امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه ابتدا عدالت و برابری را بین خودمان برقرار کنیم. در این منیفست ما باورهای خود را بیان خواهیم کرد، اهداف خود را ترسیم خواهیم کرد و مؤثرترین طرح و نقشه راه را برای ساختن یک دولت عدل الهی بر روی زمین نشان خواهیم داد و بقیه را به دست مؤمنان می‌سپاریم تا به این دعوت به عمل توجه کنند. همانا آنچه به شما وعده داده شده فرا رسیده است. فصل اول، یافتن یک رهبر. هر شهرستان، بخش، شهر، ایالت، کشور، هر شرکت، کمپانی، سازمان، بنیاد، هر جنبش، انقلاب، جامعه و اجتماعی به یک رهبر نیاز دارد وگرنه محکوم به شکست است. زمانی که به بهار عربی در سال 2011 است فکر می‌کنیم، یک مثال جدیدتر به ذهن متبادر می‌شود. من جوانی بودم که در خط مقدم انقلاب مصر بودم و جانم را برای سرنگونی دیکتاتور مصر محمد حسنی مبارک به خطر انداختم. در میدان تحریر اردو زدم. مأموران دولتی و نیروهای پلیس مصر به من حمله کردند. از گلوله‌ها فرار کرده بودم و درگیر نبردهای مرگبار بودم و دستگیر و شکنجه شدم. در نهایت ما پیروز شدیم. مردم مصر پیروز شدند و قدرت مردم تاریخ را تغییر داد و فرعون پیر مجبور به رفتن شد. بسیار شبیه به داستان موسی، آن فرعون پیر حسنی مبارک حتی اگر با 10 بلا هم مورد اصابت قرار می گرفت همچنان تاج و تخت خود را رها نمی کرد. اما در برابر قدرت و اراده مردم هیچ شانسی نداشت.
و با این حال هنگامی که همه چیز گفته و انجام شد و غبار نشست و صدای هلهله و خنده و شادی خاموش شد، انقلابی که فرعون را سرنگون کرد بدون موسی خود بود. از آنجا که هیچ رهبری برای پیروی وجود نداشت، انقلاب مصر توسط اخوان المسلمین، یک سازمان شرور اسلامی که مدتها با دولت مصر مخالف بود، ربوده شد. مردم حق انتخاب داشتند که به نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی یا به نامزدی از بقایای رژیم سابق احمد شفیق رأی دهند. شور و شوق تغییر شروع به مردن کرد و مرسی به قدرت رسید و صفحه جدیدی برای مصر باز شد که بدتر از صفحه قبل بود. این در واقع تحقق نبوت حضرت محمد سلام بر ایشان و خاندانشان بود که فرمود زمانی بر شما نمی آید مگر آنکه بعدی آن از آن بدتر است و به راستی بعد از آن بدتر بود. زمانی که عبدالفتاح سیسی، یک فرمانده نظامی، کودتایی را علیه محمد مرسی دیکتاتور رهبری کرد و در سال 2014 به قدرت رسید و از آن زمان باقی ماند و کشور مصر را به سمت هرج و مرج و تاریکی سوق داد. مصری‌ها هنوز هم میگویند که فقط اگر رهبری برای انقلاب داشتیم این اشتباه ما بود. جمعیتی که بدون رهبر حرکت می‌کردند مانند بدنی بودند که بدون سر به اطراف می‌دوید. بدون رهبر لایق مردم مجبورند بین رهبران نالایق یکی را انتخاب کنند. ویژگی هر ملت واقعا موفق این است که توسط بهترین مردمش رهبری شود. اما چگونه میتوان پی برد که چه کسی برای رهبری بهترین است؟ آیا مردم واقعا میتوانند تعیین کنند که چه کسی برای رهبری بهترین است؟ ما شاهد بوده ایم که انتخاب مردم منجر به ظهور برخی از بدترین مستبدان جهان مانند بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر شده است. برای کسانی که به خدا اعتقاد دارند، به ویژه خدای یهودیت، مسیحیت و اسلام، انتخاب مردم در مورد رهبر موضوعیت ندارد. در واقع آن اکیداً ممنوع است. در تنخ هنگامی که بنی اسرائیل تصمیم گرفتند که برای خود رهبر انتخاب کنند، خدا از آنها بسیار خشمگین می شود و این گونه در نظر می گیرد که آنها او را رد کردند. پس جمعی مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل یا سموئیل به رامه آمدند و او را گفتند اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نمایند. پس الان برای ما پادشاهی نصب نما تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چون که گفتند ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد و خداوند به او گفت برو به هر چه میگویند گوش بده. آنها میخواهند مرا ترک کنند نه تو را و میل ندارند که بعد از این من پادشاه آنها باشم. در انجیل ها نیز روشن است که مردم توانایی انتخاب صحیح برای خود را ندارند، زیرا هنگامی که به آنها حق انتخاب بین منجی خود و یک مجرم داده شده، مجرم را بر پادشاه و مسیح خود ترجیح دادند. در آن زمان شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتس به آنان گفت می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ اکنون سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. همچنین در قرآن آمده و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می باشند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند. امام علی علیه السلام فرمود از مسیر حق به علت کمی رهروانش اکراه نداشته باشید و در اینجا می بینیم که اکثریت راه حق و راستی را دنبال نمی کنند و حکومت جماعت یا اوباش به قول سقراط همیشه به ظلم می انجامد.
همانطور که سقراط میگوید هنگامی که این طبقه مضر و پیروان آنها به کمک شیفتگی مردم زیاد شوند و از قدرت خود آگاه شوند، از میان خود کسی را انتخاب می‌کنند که بیشتر ظالم را در روح خود دارد و آنها از او ظالم خود را می‌آفرینند. پس رهبر برای مؤمنان و برای جنبش صالحی که خواهان فضل الهی است نباید از سوی مردم انتخاب شود، بلکه باید از سوی خود خداوند انتخاب و منصوب شود. انسان‌ها فقط از روی ظاهر می‌توانند قضاوت کنند، در حالی که خدا قادر است با آگاهی از درون یا قلبشان رهبر را انتخاب کند. اما خداوند به سموئیل فرمود: به سیما و قامت بلندش منگر، زیرا او را رد کردم. خداوند همچنین انسان نمی‌نگرد. انسان به ظاهر می‌نگرد، اما خداوند به قلب. یک رهبر که با آنچه در قلبش نهفته است و نه آنچه از دهانش خارج می‌شود انتخاب می‌شود. رهبری است که تمام ویژگی‌های مورد نیاز یک رهبر خوب را در خود دارد: صداقت، شرافت و همدلی. رهبر برگزیده خدا فواید دیگری نیز به همراه دارد، زیرا که یک رهبر انتخاب شده توسط خداوند و شناخته شده توسط مردمش به عنوان منصوب خدا قادر است تا به طور حقیقی مردمش را متحد کند. زیرا هر که جرأت کند با او رودررویی کند، با خدای متعال رودررویی کرده است. با توجه به قدرت عظیمی که این رهبر به دست می‌آورد، این ترس پابرجا می‌ماند که فردی که از طرف خداوند منصوب نشده است بتواند به چنین موقعیتی برسد. و همین دلیل خداوند باید راهی برای تعیین آشکار این فرد داشته باشد و به راستی چنین راهی جهت شناخت و تایید هویت این فرد منصوب الهی وجود دارد. وصیت. در ابتدا خداوند بود که آدم را تعیین می‌کرد و در قرآن به صراحت می‌فرماید: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. خداوند روشن کرد که اوست که رهبر را برمی‌گزیند و او روشن کرد که انتخاب او چه کسی بود. فرشتگان پس از آن باید به سجده می‌رفتند یا از آدم اطاعت می‌کردند. پس از انتصاب آدم، خداوند از طریق خلیفه یا رسول منصوب الهی با بشر ارتباط برقرار کرد که سرآغاز آن آدم بود. روایات روشن می‌کند که آدم در وصیت‌نامه خود نام جانشینان خود را تا زمان نوح نام می‌برد و بدین ترتیب وصیت الهی و نام‌های سلسله فرمانروایان منصوب الهی را به بشر می‌رساند. ابی عبدالله از ایشان سلام فرمود: همانا قابیل به شیث نزدیک شد و به او گفت: پدرم از علمی که داشت تو را عطا کرد و من از تو بزرگتر بودم و بیشتر از تو بر آن علم حق داشتم. اما چون پسرش را به قتل رساندم بر من خشم گرفت و تو را با این علم بر من ترجیح داد. به خدا سوگند اگر چیزی از علمی را که از پدرت به ارث برده‌ای ذکر کنی تا در برابر من خودنمایی کنی و طوری رفتار کنی که نشان دهی از من بهتری، تو را می‌کشم همانطور که برادرت را کشتم. سپس شیث تمام چیزهایی که از علم به دست آورده بود را پنهان کرد تا اینکه دولت قابیل و حکومت او به پایان رسید و به همین دلیل امروز تقیه می‌کنیم. زیرا در پسر آدم مثالی داریم و شیث در خفا به پسرش از عهد گفت و از زمانی که شیث وصیت را به پسرش داد به خدا سوگند سنت این است که وصیت را از عالم به عالم می‌دهند و هر سال در روزی خاص وصیت‌نامه را می‌گشایند و درباره اینکه پدرشان به آنها بشارت آمدن نوح را داده صحبت می‌کنند. پس خداوند آدم را منصوب کرد و آدم با نوشتن نام جانشینان خود از شیث تا نوح در وصیت خود انتساب جانشینانش را به مردم رساند. به این ترتیب ما می‌بینیم که انبیا، رسولان و شخصیت‌های منصوب الهی در عهد عتیق، انجیل‌ها، قرآن و احادیث همیشه جانشینان خود را در وصیت‌نامه‌های خود تعیین می‌کنند.
ما دیدیم که موسی در آخرین وصیتش یوشع ابن نون را منسوب کرد و به عیسی بشارت داد و عیسی را بر زبان انبیایی چون اشعیا و یحیی تعمید دهنده یافتیم و می‌بینیم که عیسی نیز در وصیت خود جانشین خود شمعون پطرس را منسوب می‌کند. عیسی به شمعون پطرس فرمود و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. ما عیسی را می‌یابیم که به آمدن محمد سلام بر ایشان و خاندانشان بشارت می‌دهد. دومین فارقلید یا تسلی دهنده موعود. من فرستاده خدا به سوی شما هستم. تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده‌ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشارتگرم. حضرت محمد که سلام بر ایشان و خاندانشان نیز به نوبه خود قبل از ترک دنیا و در بستر وفاتشان وصیت خود را به امام علی املا کرد و از طریق آن وعده‌های الهی داد و فرمود هر کس به آن پایبند بماند هرگز گمراه نخواهد گشت. هنگامی که رحلت پیامبر نزدیک شد، در حالی که مردانی در خانه بودند و در میان آنها عمر بن خطاب بود، پیامبر فرمود نزدیک بیایید تا بعد از آن برای شما نوشته‌ای بنویسم که هرگز گمراه نخواهید شد. عمر گفت پیامبر سخت مریض است. شما قرآن را دارید، پس کتاب خدا ما را بس است. پس چند شب بعد در شب رحلت پیامبر فرمود یا ابوالحسن صحیفه و دواتی حاضر کن و پیامبر خدا سلام بر ایشان و خاندانشان وصیتشان را املا فرمودند تا اینکه به اینجا رسیدند که فرمودند یا علی پس از من 12 امام خواهند بود و پس از آنها 12 مهدی هستند. پس تو ای علی اولین 12 امام هستی. خدا تو را در آسمان‌ها علی مرتضی و امیرالمؤمنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامیده است. این نام‌ها بر احدی غیر از تو صحیح نمی باشد. ای علی تو وصی من بر خانواده‌ام، زنده آنها و وفات کرده آنها هستی. زنان من آنانی که تو آنها را نگهداری من را فردا ملاقات خواهند نمود و آنانی را که تو رد کنی من از آنان بری هستم. من او را نخواهم دید و او من را در روز قیامت نخواهد دید و تو خلیفه و جانشین من بر امتم پس از من می باشی. اگر روز وفات تو فرا رسید آن را به پسرم حسن البر فصول تسلیم کن. سپس اگر روز وفات او فرا رسید بگذار تا او آن را به پسرم حسین شهید الزکی المقتول تسلیم کند. اگر روز وفات او فرا رسید بگذار او آن را به پسرش حسن الفاضل تسلیم کند. اگر روز وفات او رسید بگذار او آن را به پسرش محمد مستحفظ از آل محمد علیه السلام تسلیم کند. پس ایشان 12 امام می باشند. سپس 12 مهدی بعد از او می باشند. پس اگر روز وفاتش فرا رسید بگذار او آن را به پسرش نخستین مقربین تسلیم کند که 3 نام دارد، نامی مانند نام من و نام پدرم عبدالله و احمد و نام سوم مهدی است و او اولین مؤمنین است. بنابراین این امر کاملا واضح است. روش کاملا محفوظ برای تعیین رهبر منصوب الهی از طریق ذکر نام آنها در وصیت‌نامه انبیا و رسولان پیشین. اگر رهبر مدرکی برای اثبات این که نام او قبلا بر زبان پیامبر یا رسول یا امام منصوب الهی ذکر شده است را نداشته باشد نمیتواند از سوی مردم به رهبری انتخاب شود، زیرا که از طرف خداوند منصوب نشده است. این اولین آزمون صلاحیتی است که او باید در آن پذیرفته شود، زیرا تمام رهبران منصوب الهی توسط خداوند بر زبان پیشینیان خود ذکر شدند. مورد بعدی علم هستش. دومین معیار برای رهبر منصوب الهی از جانب خداوند این است که علم الهی داشته باشد، دانشی که دیگران ندارند.
دانش و حکمت خدادادی. آدم پس از منصوب شدن از سوی خداوند مأمور شد که فرشتگان را از نامهایشان آگاه کند و همه چیز را در عالم خلقت نامگذاری کرد. خداوند همه نامها و معانی را به آدم آموخت. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست میگویید از اسامی اینها به من خبر دهید. گفتند منزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست. تویی دانای حکیم. فرمود ای آدم ایشان را از اسامی آنان خبر ده و چون آدم ایشان را از اسامیشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می دانم و آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید می دانم. و در تورات آمده است آدم برای تمام حیوانات اهلی و وحشی و پرندگان آسمان اسم انتخاب کرد. پس واضح است که شخصی که از طرف خدا منصوب شده است از طرف خدا به او علم داده شده است و آنچه را که دیگران نمی‌دانند او می‌داند. روزی از ابی عبدالله پرسیده شد صاحب امر با چه چیز شناخته می‌شود؟ پاسخ داده شد او به آرامش و وقار، علم و وصیت شناخته می‌شود. نوع دانشی که این شخص منصوب الهی باید داشته باشد لزوماً دانش علوم دنیوی نیست. برای مثال از او انتظار نمی رود که همه کاره بهترین زیستشناس، بهترین فیزیکدان و بهترین معمار باشد، بلکه آن دانش علم دین و غیب علم معنوی است. امام علی علیه السلام فرمود ای مردم از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست دهید. بنگرید که من به راه‌های آسمان‌ها از راه‌های زمین داناترم. امام علی در اینجا می‌فرماید که در علوم معنوی نسبت به علوم دنیوی داناتر است. علم معنوی شامل علم به فقه و احکام خداوند، علم انبیا و رسولان و فرشتگان است. و بخشی از علم معنوی علم ارواح است. چه کسی خوب و چه کسی بد است. چه کسی ضعیف و چه کسی قوی است. چه کسی برحق و چه کسی باطل است. چه کسی مقصر و چه کسی بیگناه است. چه کسی مناسب شغل خاصی است و چه کسی نیست. چه کسی ایمان دارد و چه کسی کفر را پنهان می کند. عیسی قادر بود چون این علمی را به نمایش بگذارد. چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند ما یاران دین خداییم، به خدا ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم او هستیم. پس با این که ایمان آوردند عیسی آنچه را در دلشان بود می‌دانست. داوود و سلیمان با علم الهی خود حکم می‌کردند و در میان مردم بر این اساس قضاوت می‌کردند و قائم چنین حکم خواهد کرد از طریق علم الهی که توسط روح القدس به او داده شده است. عمار ساباتی نقل کرد از ابا عبدالله پرسیدم اگر شما را حاکم کنند بر اساس چه چیزی حکم می‌کنید؟ فرمود به حکم خدا و حکم داوود. و اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که حل آن از دست ما بر نمی آید جبرئیل آن را بر ما آشکار می کند. در روایات دیگر آمده است که قائم بدون درخواست مدرک و دلیل در امور قضاوت می کند، بلکه بر اساس آنکه چه علمی از جانب خداوند در قلب او نهاده شده حکم و قضاوت می کند. بنابراین دانشی که همراه صاحب وصیت می باشد علم الهی است، علمی که به فرد منصوب الهی اجازه می دهد تا در میان مردم قضاوت عادلانه داشته باشند و افراد مناسب را در موقعیت‌های درست قرار دهد، درست مانند پادشاه فیلسوف در جمهور افلاطون. پرچم سومین معیاری که به موجب آن یک فرد بعد از اینکه شنید که شخصی ادعا کرده نامش در وصیت‌نامه پیامبر یا رسول یا امام قبلی ذکر شده است و واقعاً دانا بوده و دارای علمی است که هیچ کس دیگر ندارد، میتواند اطمینان حاصل کند که شخص مورد نظر واقعاً منصوب شده الهی است از طریق پرچمی است که او در دست دارد. هر رهبر یا فرمانروا یا پادشاهی پرچمی برافراشته، هر خاندان نجیب زاده‌ای پرچم خاندان خود را دارد. هر تیم ورزشی یا سازمان یا شرکت دارای یک آرم یا بنر یا شعار است که آن را پاسداری می‌کنند. در مورد خلیفه منصوب الهی نیز همین طور است.
پرچم و شعار او بیعت با خدا، بیعت الله می باشد. این بدان معناست که او به سوی اندیشه حاکمیت خدا دعوت می کند. این اندیشه که تنها خداوند می تواند رهبر را تعیین کند، تنها خداوند است که اختیار و توانایی انتخاب حاکم و هر پیامبر منصوب الهی را دارد. رسول و امام به عنوان فرمانروا یا پادشاه فرستاده شد و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند. و در واقع وقتی به تورات، انجیل و قرآن نگاه می‌کنیم به وضوح می‌بینیم که خداوند همیشه حاکمان را تایید می‌کرد و خشم او هنگامی که بر انسان نازل می‌شد که از اطاعت آن حاکم سرباز زدند و به جای آن حاکمان و راهنمایان خود را برای خود انتخاب کردند. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم که بتونید این کتاب رو پیدا کنید و تا انتها بخونید. روزی خواهد شد که همه از آنچه که در این کتاب آمده مطلع خواهند شد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.